یک دسته از مفاهیم هم داریم که اینها موضوعشان بیرون است، خارج است، اما یعنی مثل مفاهیم ماهوی هستند که موضوعشان خارج، اما این مفاهیم مثل مفاهیم ماهوی حکایتگری اون ماهیت اشیای بیرونه نیستند، بلکه ذهن ما یک کندوکاوی میکند، یک مقایسه بین اشیا انجام میدهد، اون وقت این مفهوم را انتزاع میکند. مثلا ما مفهوم علت داریم، سبب، یا معلول، مسبب. خب این مفهوم ما در بیرون که یعنی این حکایتگری یک چیزی به نام علت که ماهیتی به نام علت که نداریم. هر چی هست در بیرون، درخت و انسان و کوه و اینا ماهیت های بیرونی. خب مفاهیمی که از اینا به دست میاد مفاهیم ماهوی بودند. اما مفهوم علت یا معلول درست است که موضوعشان خارج است، اما چه خیلی این به دست آمد به این صورت. دقت کنید دوستان، مثلا من یه وقت آمدم بین آتش را دیدم، آتش، و از این آتش یک حرارت گرمی، آتش گرمی میداد. دو مفهوم، یکی آتش و یکی گرمی. وقتی میبینم من بین آتش و این حرارت یک مقایسه ذهنی انجام میدهم، میبینم که این آتش، این گرمی، حرارت منشأش آتش است. اگر آتش نبود این حرارت نبود. این کندوکاو، این مقایسه ذهنی دو تا عرضم بودم شما مفهوم رو برای من درست میکنند، یکی علت یکی معلول. درجه هستید، من برای آتش میگویم این علت است، حرارت معلول است. یعنی آتش سبب است، حرارت مسبب است. یعنی آتش سبب شده است که این حرارت هست. پس این مفهوم علت و معلول درست است که موضوعشان خارج است. یعنی من وقتی میگویم آتش علت است، یعنی آتش بیرونه رو دارم توصیف میکنم. وقتی میگویم حرارت معلول است، حرارت بیرونه رو دارم توصیف میکنم. اما این علت، مفهوم علت، حکایتگری ماهیت آتش کی نیست، بلکه از یک مقایسه بین آتش و حرارت من ذهنم انجام داد و این معلول را انتزاع کرد، این مفهوم را در ذهن من پیدا کرد. اینها را میگویند مفاهیم فلسفی. پس ما تا اینجا با 3 گونه مفاهیم کلی همه یکسان نبودند. خب مفاهیم کلی زیادن در ذهن ما دیگه، انسان، حیوان، درخت، معلول، علت، نمیدونم کلی، جزئی. خب فرقی بین اینها چی بوده است؟ خب یک دسته من خلاصه میکنم، یک دسته از مفاهیم ماهوی بودند. مفاهیم ماهوی مفاهیم هستند که موضوعاتشان خارج است و حکایتگری اون ماهیتی اشیای بیرونه رو برای ما حکایت میکنند. یک سری از مفاهیم بودند که اینها موضوعشان هم خود ذهن است، مثل همین واژه کلی یا جزئی که موضوعش انسانی کلی ذهنی است. یعنی من میگم این مفهومی انسانی که در ذهن من هست، این یک مفهومی کلی است میگم، یا مفهومی حسنی که در ذهن من هست، این یک مفهومی جزئی است. اینها رو میگویند مفاهیم منطقی. و سوم دسته از مفاهیم فلسفی بودند که مفاهیم فلسفی درست است که موضوعهاشون بیرون است، خارج است، اما این مفاهیم حکایتگری ماهیت نیستند، اون نحوه وجودی بیرون نیستند، بلکه از یک مقایسه بین اشیا ما اینها رو انتزاع میکنیم. آتش را که دیدم با حرارت، ببینید ما اگر این مقایسه را انجام ندهیم 1000 سال هم 100 سال هم یک انسان همین آتش رو هی ببیند، حرارت رو ببیند، این مقایسه را انجام ندهد، این مفاهیم در ذهنش پیدا نمیشه، آتش و حرارت. اما میبیند این حرارت از کجا پیدا شده است؟ منشأش آتش است. پس آتش سبب است. ببینید این سبب یا علت چه پیدا شد؟ اینها رو میگن مفاهیم فلسفی.
دوستان توجه بکنید، تمام مفاهیمی که در فلسفه به کار می رود مفاهیم از این دسته اند. متوجه هستید؟ یعنی ما اون موجودات بیرونی را نحوه وجودیشون رو ما بیان وقتی میکنیم با مفاهیم مثلا از اونها حکایت میکنیم، این مفاهیم فلسفی میشوند. علت یک مفهوم فلسفی است، معلول یک مفهوم فلسفی است، کثیر مفهوم فلسفی است، کثرت تو اینا، وحدت، کثرت، علت، علیت، معلولیت، حالا انشالله آشنا خواهیم شد در آینده. همه اینها مفاهیم ماهوی نیستند، مفاهیم منطقی هم نیستند، مفاهیم فلسفی هستند. از بیرون حکایت میکنند، اما از اون جایگاه وجودی اینها که بین اینها چه ارتباطی هست. خب من امیدوارم که این مسئله برای دوستان روشن شده است. خب ما یک دسته از مفاهیمی داریم که اینها مفاهیم اعتباری هستند. مفاهیم اعتباری عادتاً به مفاهیمی گفته می شود که اینها ما در بیرون مصداق ندارند، یعنی حکایتگری یک واقعیت نیستند. مثل اون سه تا مفاهیم ماهوی یا مفاهیم منطقی یا مفاهیم فلسفی، اینها ما به ایزا داشتند، یعنی مقابل داشتند هر یکی، حالا چی در ذهن چی در خارج. اما ما یک سلسله از مفاهیم ذهنی داریم، اینها اعتباری هستند، ساخته ذهن هستند. ذهن انسان هم خب عجیب و غریب است، خب اینا رو ساختن است. مثل چی؟ مثل مفاهیمی که در اخلاق و حقوق به کار می روند. توجه هستید؟ مفاهیم اخلاقی یا مفاهیم حقوقی. حالا باید درباره اینها در آخرم انشاءالله 3-4 جلسه بعد بحثی خواهیم داشت که آیا ملاک صحت و سقم مفاهیم اخلاقی چیست حالا خواهد آمد. اما فعلا اینجا آنچه که لازم است عرض کنم این است که این مفاهیم آیا ساخته پرداخته ذهن هستند و هیچ ارتباطی با خارج ندارند. من اینم عرض کنم فراموش نشد، این تقسیمات مفاهیم که الان گذشت و ماهوی و فلسفی و منطقی از ابداعات فلاسفه اسلامی است. غربی ها متاسفانه فلاسفه غربی وقتی این مفاهیم را با هم جدا نکردند، شما میبینید در لابلای دیدگاه هاشون اشتباهات صورت گرفته است که علتش همین جدا انداختن به همین مفاهیم است. خصوصا این امانوئل کانت فیلسوف شهیر است، آدمی عجیب است، اما مرتکب اشتباهات شده است که علتش را اگر میرید سراغ کنید میبینید که در این تقسیمات یک کمی توجه نکرده است، اصلا مطرح نبود پیش اونها. خب حالا مفاهیم اعتباری گفتیم که هم مفاهیم اخلاقی و حقوقی، اینها چگونه پیدا شدن اولا، بعد آیا با خارج هیچ ارتباطی ندارند، ساخته پرداخته ذهن هستند، ذهنی هستند اما هیچ ارتباطی ندارند. حالا مثلا یکی از من مثال میزنم برای مفاهیم اخلاقی اول، بعد و مفاهیم حقوقی هم مثال میزنم. مثل مفهومی باید و نباید یا واجب و ممنوع، مثلا این دو مفهومی اخلاقی هستند. باید راست بگویی، باید دروغ نگویی، نباید دروغ گویی. مثلا این مفهوم که با واجب و ممنوع هم میگویند، اینها در بیرون مصداقی ندارند، توجه هستید؟ بلکه وصفی یک عملی ماست. حالا وصف هم نمیتوان گفت، یعنی از مربوط به اعمالی ماست.
اینکه یک انسان باید دروغ نگوید یا باید راست بگوید بالاخره مربوط به اعمال ماست. خب یا مثلا بیاییم چند تا مثال بزنیم برای، حالا این هم عرض کنم بعضی از مفاهیم اخلاقی اینها محمول هستند برای ارزش های، یعنی این گزاره های اخلاقی. اینکه مثلا راستگویی واجب است یا راستگویی باید، این باید محمول است برای موضوع به نام راستگویی، یا واجب است که میگوییم این واجب محمول است برای موضوع به نام راستگویی. یک سلسله از مفاهیم اخلاقی هستند، اینها خودشون موضوع میشوند نه محمول. مثل باید و نباید نه، خودشون موضوع هستند، مثل عدل، ظلم، نمیدونم کذب، صدق، دروغ. این مفاهیم موضوع هستند. مثلا وقتی میگوییم ظلم خوب است، خب ظلم موضوع است، خوب است محمول است دیگه. یا وقتی میگوییم ظلم خوب است، نه ظلم بد است، ببخشید اشتباهات لفظی دیگه با عرض معذرت. یا وقتی میگوییم مثلا عدل خوب است، عدل موضوع است، خوب محمول است. راستی خوب است، راستی موضوع است، خوب است موضوع است، محمول است. خب پس مفاهیم اخلاقی بعضیشون محمول بودند و بعضیشون موضوع. یک مثال زنم برای مفاهیم حقوقی. مثلا عرضم حضورتان اینا همه اعتباری هستند، مفاهیم اعتباری که ما به ایزا مقابل ندارن در بیرون. مثلا ما میگوییم فلانی مالک این مال است. این مالک، مفهوم مالک یک مفهوم اعتباری است. این مفهوم که حکایتگری ماهیت اون، مثلا فرض کنید ما بگیم فرض کنید زید مالک است، این طلا مال زید است، از آن زید است. خب این مالک آیا حکایتگری اون ماهیت اون زید است؟ نه، زید است، حیوانی ناطق ماهیتش. مالک بودنش از کجا پیدا کردیم؟ یک چیزی به نام طلا رو ما تصور کردیم، این اختصاص دارد به این زید و از اختصاص این مثلا طلا برای زید این مفهوم ما درست کردیم، برای این اسم مالک گذاشتیم، برای مال مثلا مملوک. اینا همش ساخته پرداختهای ذهن هستند. یا مثلا از مفاهیم حقوقی مثل زن و شوهر، مثلا زید شوهر است، مثلا خانومش مثلا فرض بفرمایید شهلا همسری است. این مفهوم شوهر که برای زید اطلاق می شود آیا حکایتگری ماهیت جناب زید است؟ نه، زید که حیوانی ناطق است. ما اینجا دو انسان را تصور کردیم، یکی مرد یکی زن، و اینها با هم یک پیوند شرعی برقرار کردند. وقتی این پیوند برقرار شد برای این شوهر گفته شد، برای این زن. اینا هم از مفاهیم اعتباری حقوقی هستند. خب سوالی که اینجا مطرح است و ما باید پاسخ بگوییم این است دوستان.